سرخط مهمترین خبرها: مرگ مرموز عبدالقهار رازقوف. وزارت کارهای داخلی گفت او در راه فوتید، اما نزدیکانش باور ندارند. انتقال 2 فعال بدخشان به زندان شهر خوجند. و در قرقیزستان آوازخانه با فناگرام را منع کردند. سلام بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 4 ینور است و ساعت در دوشنبه 9. پیوندانش گفتند پس از آن که یک کمیسیون با حضور رئیس شهر کولاب درباره بازداشت بازپرسی 3 مأمور میلیس خبر داد، جسد عبدالقهار رازقوف را از سردخانه گرفتند. عبدالقهار رازقوف 37 ساله و صاحب 2 فرزند شب 2 ینور از طرف مأموران میلیس دستگیر و در شرایط مرموز جان داده است. نزدیکانش ادعا دارند که او بر اثر شکنجه درگذشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت بازپرسی 3 مأمور میلیس چیزی نگفت، اما سبب مرگ رازقوف را استفاده زیادی آمفتامین نامید. سفر گیایف تقای عبدالقهار رازقوف روز 3 ینور به رادیوی آزادی گفت در دستش ایزی دستبند است و بدنش پر از آثار شکنجه. بنابراین به گفتش در نزد سردخانه جمع شده طلب کردند تا سببکاران مرگ جیانش به جوابگری کشیده شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 ینور در اعلامیه سبب مرگ عبدالقهار رازقوف را شرح داد. بنا به اطلاع وزارت که تصدیق آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست، رازقوف پیش از دستگیر شدن تعداد زیادی موادی سخت تاثیر نوعی آمفتامین استعمال نموده بود و در راه به سوی اداره پلیس ختلان به هلاکت رسید. نزدیکانش ادعا دارند که او بر اثر شکنجه جان داده است و قضیه باید منصفانه تحقیق شود. دادستانی منطقه کولاب در پیوند به حادثه پرونده شده است. 2 فعال مدنی را از بدخشان که در شرایط مرموز دستگیر و پس درهای بسته زندانی شدند، از بازداشتگاه دوشنبه به محبس نظامش سنگین خوجند بردند. اورز وزیربیکوف 16 سال و رمزی وزیربیکوف 13 سال از آزادی محروم شدند. دادرس ماه نوامبر سال گذشته آنها را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای به زور گرفتن حاکمیت گناهکار دانست. خودشان و پیوندان حکم را بی اساس نامیدند. نزدیکان اورز وزیربیکوف روز 3 ینور به رادیوی آزادی گفتند آنها روز 28 دکبر سال گذشته از پایتخت به محبس خوجند برده شدند. به گفته آنها مسئولان زندان اجازه واخوری ندادند، ولی غذا و لباس گرم را گرفتند تا به آنها برسانند. نمایندگان زندان شهر خوجند تا این دم برای شرح موضوع دسترس نبودند. اورز وزیربیکوف و رمزی وزیربیکوف در آخر ماه ایول سال گذشته در فرودگاه دمده دوی مسکو ناپدید و دیرتر در دوشنبه پیدا شدند. آنها در یک نوار گفتند که اختیاری به کشور برگشتند، ولی نزدیکانشان گفتند ویدیو صحنه‌سازی مقامات است. پرزیدنت ولادیمیر پوتین به وزارت فرهنگ روسیه دستور داده است که درباره عملیات ویژه در اوکراین فیلم‌های مستند تهیه کرده در کینوتئاترها نمایش دهند. به غیر از این در روسیه باید فستیوال فیلم‌های حجتی در موضوع وطن دوستی تشکیل شود. در فرمان پوتین آمده است که این کار با هدف به گفته‌اش مبارزه با ایدئولوژی ضد ملت‌گرایی و ضد فاشیستی انجام می شود. مقامات روسیه از جمله خود ولادیمیر پوتین حکومت فعلی اوکراین را به ملت‌گرایی و فاشیسم متهم می‌کنند، هرچند هیچ کشور این چیز را قبول نکرده است. دستور رئیس جمهوری روسیه درباره تهیه مستندها وابسته به جنگ اوکراین در حالی است که سال گذشته نظارت و سنزور از بالای کار رسانه‌ها در روسیه سخت شد. از جمله بعد حمله نیروهای روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال گذشته، دومه دولتی روسیه با قبول سند شهروندان را مجبور کرد که این جنگ را عملیات ویژه نام برند و تنها از اخبار رسمی استفاده برند. برای نشر خبر درباره جنگ از منابع دیگر جریمه و حتی زندان پیش بینی شده است. بیش از 1 ماه است که ساکنان تاجیکستان از بیماری‌های راه‌های نفس از جمله زکام اذیت می‌کشند. برخی ساکنان می‌گویند همه اهل عائله بیمار شدند و زکام را هم نظر به سال‌های گذشته سخت‌تر گذراندند. چرا این حالت پیش آمد و برای پیشگیری از آن چه باید کرد؟ ما تلاش کردیم از پزشکان در این باره پاسخ گیریم. ҳамасола дар мавсими тирамоҳ, зимистон, баҳор мо афзоиши бемориҳои зуком ё бемориҳои зукомонанд, бо ислоҳи дигар мо мегӯем бемориҳои шадид роҳҳои нафас дучор мешавем. яъне дар мавсими бо сар шудани мавсими сармо зиёдшавии ин бемориҳо зиёд аст аз сабаби оне ки ин бемориҳо бемориҳои вирусӣ мебошанд ва онҳо дар шароити ҳавои хунук устуворанд. бо роҳҳои гузариши онҳо асосан роҳҳои бо роҳи нафас ҳавогир қатрагӣ мебошад.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندند. به نظر شما سببش در چی است؟ یکی از سبب‌های وزنین گذراندن بیماری‌های زکام یا بیماری‌های سرایت شدید ویروس راه‌های نفس این پست شدن سطح مسئولیت است. سبب‌های پست شدن سطح مسئولیت این سبب‌های گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز می‌تواند سطح مسئولیت آدمان را پست کنند. این حال بیشتر با آرزه‌های زکام، این التهاب راه‌های نفس، التهاب شش‌ها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلانسال مراجعت میکنند که آنها بعد از 2-3 روز بیماری با آرزه‌ها به بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب‌های زیاد دچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن آرزه‌ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای ناسالم، حیاتی ناسالم و اینچنین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال این ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده ایستادند و مسئولیت به هر یک ویروس دور و دراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر 2-3 مرتبه به زکام گرفتار شود. خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه می‌دهند؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟ برای پیشگیری کردن بیماری‌های زکام، بیماری‌های سرایت شدید ویروس راه‌های نفس این پوشیدن نقاب‌های یک کرته، رعایت کردن رژه خوراک سالم، آب و تاب دادن بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت. شروع از سال 2023 در قرقیزستان آوازخوانی را با فناگرام در چهاربینی‌های دولتی و عمومی منع کردند. بنا به فرمان وزیر فرهنگ، اطلاع، ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان، آوازخوانان حق ندارند که در حدود تئاترها، تالارهای کینا، آثارخانه‌ها، کلوب‌ها، کتابخانه‌ها و مؤسسه‌های ورزشی با استفاده از فناگرام آوازخوانی کنند. در صورت اجرا نکردن این فرمان، رهبر مؤسسه جوابگر خواهد شد که چهاربینی آنجا دایر شده است. ماه فوریه سال 2021 وزارت فرهنگ قرقیزستان فرمانی را به اجرا درآورد که بر اساس آن تشکیل کنندگان چهاربینی‌ها باید در اعلان‌ها استفاده شدن یا نشدن فناگرام را ذکر کنند. پیشتر در قزاقستان نیز آوازخوانان را وظیفه‌دار کرده بودند که هنگام استفاده فناگرام بلیت کنسرت‌هایشان را ارزانتر فروشند. در تاجیکستان هم استفاده فناگرام از سوی آوازخوان‌ها کم نیست. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 ژانویه را فرا می‌گیرد. 4 январи соли 1809 дар Фаронса Луи Брайл таваллуд шудааст ки муаллифи хати вижаи нобиноён мебошад. Бо хате ки ба номи муассисаш Брайл ном гирифтааст, имрӯз ҳам китобу матнҳо нашр мешаванд ва хати компютер ҳам мутобиқ бо он сохта шудааст. Дар Тоҷикистон 10,000 нобиноён ҳам бо истифода аз ҳамин хат хабарҳои ҷаҳон ва адабиёти илмиву бадеиро дарёфт мекунанд. Дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон толори махсусе барои хонандагони нобино ифтитоҳ шудааст ки ҳамааш бо хати Брайл чоп шудаанд. 4 январи соли 1964 дар корхонаи яхдонбарории Душанбе нахустин яхдони хонагии Помир истеҳсол шуд. Корхонае ки бо кӯмаки мутахассисони олмониву чех сохта шуд, соли 176 000 яхдон истеҳсол мекард. намунаҳое аз ин яхдонҳо имрӯз ҳам дар бархи хонаҳо ҳифз шуданд. баъди суқути шӯравӣ, корхонае ки барои 1000 нафар ҷойи кор таъмин карда буд, аз кор монд. 4 январи соли 2019 дар 55-солагӣ дили ҳуқуқшиноси тоҷик ва як мунаққиди ҳукумат Файзинисо Воҳидова аз тапидан монд. наздиконаш сабаби марги ин адвокати сокини вилояти Суғди Тоҷикистонро чандин навъи беморӣ номиданд. ӯ аз ҳуқуқи фаъолони сиёсиву мухолифон ҳимоят кардааст ва соли 2017 барои баёнияҳои тундаш шахси мамнӯъулхуруҷ шуд. баъди маргаш дар Аврупо паноҳандагони сиёсӣ ба номи ӯ ҷоизае таъсис доданд ки аввалин барандаи он дар соли 2019 ҳуқуқшиноси зиндони Бузургмеҳр Ёров шуд.
قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در شبانه روز گذشته زیاد تغییر نیافته است. صبح امروز 4 ینور در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1016 تا 1020 سامان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد به 143 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و azadi.mobi پیدا کنید. روز و روزگارتان خوش.